سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. من مانم و امروز اومدیم تا با هم دیگه اگه حد زدیم آفرین یه اسکرپت دیگه بسازیم. ببخشید که اگه صدام یکم خوب نیست، سعی میکنم که تو ویدیوهای بعدی یه فکر کنم دربارش، ولی خب گفتم که تو این ویدیو صحبت کنم چون احساس کردم که اینطوری بهتره. این ویدیو کم درباره ناامیدی هم هست. خب بچه‌ها، چه چیزایی نیاز داریم؟ یه ورقه سفید، یه مقوای قهوه‌ای. او ببینید مثلا من از این ورقه ها چاپ کردم و استفاده میکنم و یه سری برچسب با اینا که من این عکس‌ها رو، یه خانمی که داره میوه برمی‌داره، من این عکس‌ها رو از قبل چاپ کردم و برش دادم این شکلی. بچه‌ها برای شروع چیکار میکنیم؟ آفرین. برای شروع کاغذامون رو به هم دیگه میچسبونیم با چسب. شروع میکنیم سطح کارمون رو چسب بزنیم. باشه، راستش امروز که من میخواستم این ویدیو رو ضبط کنم خیلی خیلی روز بدی بود. یعنی از این جهت که صبح که بلند شدم یه خبر خوندم درباره یوتیوب، درباره مثلا که چقدر شرایطش بد شده و درباره اینکه حالا مثل قبل نیست اونقدر خوب. و بعد هم که رفتم تو اونجایی که همیشه ویدیو درست کنم، دیدم که اونجا رو تبدیل به سالن مطالعه کردن و این که خیلی یه ضربه‌ای در واقع آخری بود بزنم. ولی خب گفتم که نمان، تو باید بری کارتو انجام بدی، چون میدونی خیلی حس خوبی داره اصلا این کار واسه من که ویدیو بگیرم و مثلا یه سری چیزا رو که مثلا بلدم، حالا در یه حد کمی، به بقیه هم اونا رو مثلا بگم و مثلا صحبت کنم باشون و این کار واسه من خیلی لذت بخشه و این باعث شد که الان من بخوام بیام اینجا و با وجود اینکه واقعا ناراحتم بخوام ویدیو بگیرم. خب اینو هم چسبوندیم، حالا بریم مرحله بعدی. خب بچه‌ها جون، من اینو چسب زدم چون یکم طول می‌کشید، گفتم که حوصله‌تون سر نبرم. ببینین به این شکل میشه، پشتش هم که سفیده. حالا نوبت چیه؟ من همه وسایلم ریخته رو زمین. حالا نوبت اینه که ما بقیه تیکه ها رو هم بهش بچسبونیم. چون برای بخش بعدی خب ما قراره که این عکس رو خب روی کار بچسبونیم، ولی من میخوام که پشتش یه پس زمینه چهارخونه‌ای داشته باشه این شکلی. خب و اینو پشت کارم بچسبونم. پس اول در واقع این یه جورایی قابه این کاره. این دو تیکه رو میچسبونیم و بعد روش اینو میچسبونیم که الان من بهتون نشون میدم. بچه‌ها ببینید این شکلی شد. بچه برای بخش بعدی من تصمیم گرفتم که یه تیکه کاغذ این شکلی رو به این بالا اضافه کنم و قبل اینکه این رو به اینجا اضافه کنم این دوتا کاغذ رو میخوام دقیقا زیر این خانمه اضافه کنم. این تیکه رو هم چسبوندیم بچه ها. حالا میریم سراغ قسمت بعدی. حالا شروع میکنیم این تمرا رو روی این قسمت کارمون میچسبونیم. بچه ها جون، من اون تمرا رو چسبوندم همشون رو، این شکلی شد. میبینی اینان. برای این قسمت بالا هم یه حالت برچسبی توت فرنگی چسبوندم، انگار که مثلا این تمر رو با قسمت چسبوندم. خیلی بنظرم بچه ها باحال شد. حالا بچه ها این رو که بهتون نشون دادم با یه دونه عکس سیب کافیه که دور این حلقه رو بچه ها چسب بزنید و بعد این سیب رو بذارید داخلش. خیلی بامزه میشه. صدای کلام هم داره. خب بچه ها چون این شد، این قسمت کارمون اینجای برگم چسبوندم و در نهایت کارمون این شکلی شد. به نظر من بچه ها خیلی بامزه شد و من خیلی دوستش دارم. امیدوارم که
شما هم از این کار خوشتون اومده باشه و لذت برده باشین. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.